سال 2011 سال اتحاد دولت‌های مستقل اعلام شده است. برای همه اون مملکت‌های بعد شوروی که به این اتحاد داخل شدند سال جشن عمومی است و برای من گمان میکنم که در این دوره یک نوع رابطه بین مملکت‌های این اتحاد مستحکم‌تر می شود. اساس سیاسی این سال از آن عبارت می شود که به هر حال از بحران شدیدی که در سالهای اولی پیدا شدن این دولت‌ها با وجود آمد بیرون برآمدیم یا در حال بیرون برآمدن هستیم. من گمان میکنم که در زمان نو علاقه با روسیه بهتر می شود. روسیه مرکز این جشن می شود و برای همین هم کوشش می کند که در این جشن آزرده ها کمتر باشند. با در نظر داشتی آن که قواهای ائتلاف ضد تروریستی مقصد دارند از سال 2012 یک عده از تعداد نظامیان خود را از خاک افغانستان بیرون کشند، این موضوع هم میتواند به وضعیت خود داخلی افغانستان و از جمله به وضعیت امروزه در تاجیکستان تاثیر خود را رساند. انتظارهای اقتصادی در سال 2011 البته همین است که در برابر اینکه دولت ساحه کمونیکاسیا و انرژتیکا را در اولویت قرار داده است، این دو ساحه خیلی مهم است، اما با سبب امکاناتی که امروز پیدا شده است و نرخ پخته در بازار جهانی خیلی بالا رفته است و تاجیکستان هم که همچون یک کشور اگرو صنعتی، یعنی کشوری که صنعتش بالای کشاورزیش برقرار است، همه اینا را در اعتبار بگیریم، باید حکومت جمهوری به ساحه پخته‌کاری توجه خیلی زیاد کند و همه گونه مساعدت ها را برای تولید زیادتر پخته فراهم کند. در صورتی که ما اگر تولیدات پخته را با 500,000 تن برسونیم، می توانیم که 200 میلیون دلار یعنی نزدیک 1 میلیارد سومانی تولیدات ناخالص کشور را بالا ببریم. در سال 2011 ما باید 80 سالگی سرقانون اول جمهوری تاجیکستان رو که در سال 1931 در جمهوری شوروی تاجیکستان قبول گشته بود، از آن گویم که یادآور شده آن رو جشن گیریم. ما امیدوار هستیم که در حقیقتا اینستیتوت وکالتدار اوید با حقوق انسان که در سال 2008 تشکیل شده بود باز فعالتر عمل میکند و در حقیقتا حقوق و آزادی انسان رو که در جمهوری تاجیکستان وقت اخیر و خصوصا در سال 2010 بسیار پایمال و رعایت نگشتند رعایت میگردند. اگر با برآوردن قانون‌های بسیار هم ناموافق و پیش راه این گسترش دین را می‌گرفتگی قانون‌ها و عموماً با این فشارهایی که در روزهای اخیر برای مسلمان‌ها بالای مردم متدین آمد، در این سال جدید انشاءالله با راه‌های نو برای گسترش دین پیدا می‌شود، راه‌های قانونی. در اساس قانون شاید که دیگر ما تبلیغات دینی را در مساجد و در مدارس نمیدانم در محافل اسلامی نه، ما در محفل‌های فرهنگی در تالارهای بزرگ انشاءالله که در اساسی که دولت دموکراتی هست شاید برای این کار اجازت میدهد، از این راه به راه شاید مونده شوند. در سال 2011 8 نفر ورزشگر رو میتونیم که در بازی‌های المپی لندن یعنی که ببینیم و این ورزشگران میتونن که در این مسابقه با نفوذ رخصت گیرن. میشه؟